شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش، شکر گویم هر نفس را همچون نقد زندگی که بود با پیوسته با خلق و وطن. این وطن بی من تواند بود جاویدان، ولی من نتانم یک نفس هم زنده باشم بی وطن. سلام و درودی پر از مهر و محبتی ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. با اخلاص و مهر و محبت خاصه برنامه نوبتی آفتاباران را حسن آغاز می‌بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما نامزد علم‌های فیلولوژی استاد عزیزمان صدرالدین میرزایف هستند. استاد خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. در آغاز برنامه می‌خواستیم بدانیم فکر و اندیشه های شما را بابت آن که محبوبیت یافتن استاد لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک در چی میبینید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر از شما. سلام و درود برای بینندگان بسیار عزتمند. پیداست و آشکارا که در مورد شخصیت، شعر و جهانشناسی استاد شادروان لایق شیرعلی یک زمره دانشمندان، ادبیات شناسان نامآور و حتی شاعران زبردست ما اندیشه های بسیار مهم و مفید ابراز کردند. مثلا استاد بازار صابر که یکی از شاعران زبردست ما هست، در آن روزگار یک شعر گفته بود در وصف استاد لایق که در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. واقعا بسیار به مورد شما پرسیده سوال مناسب. وقتی که ما دیوان شاعر را مطالعه میکنیم پیش نظرمان پیش از همه یک شاعر هنرمند جلوه میکند و از همون شعرهای نخستین استاد لایق به میدان ادبیات سواره آمدند، از همون شعری که به مادرم هست و این طرف. و لایق با عزم قوی، با استعداد خداداد به میدان ادبیات وقتی که آمدند سعی کردند که از روزگار مردم برای خود مردم سخن بگویند، از واقعیت زندگی برای خود انسان ها، از خوشبختی انسان ها، از زیبایی، شکوفایی، خوشرویی وطن برای خود وطن بگویند. به این خاطر استاد لایق پلی بودن میان شعر معاصر ما و شعر سنتی. کسی بودند که غزل، دو بیتی، رباعی را در شکل خیلی مناسب بیان کردند. و استاد عبدالنبی ستارزاده که اینجا هم کتابشان دست ما هست، از رودکی تا لایق اشاره میکنند که استاد لایق نفری هستند که کارهای ناتمام استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، حبیب یوسفی، میرزا ترسونزاده را تمامی بخشید. و ببینید که شما بعد امروز هم بعد 21 سال در گذشته استاد لایق همانا آن کس یکی از محبوبترین، مقبولترین و خواناترین شاعران قرن 20 ما هستند. از شعرشان بوی ایمان و اخلاص، بوی محبت به وطن، به زبان، به تمدن می آید و همیشه شعرشان در مجلس ها و محفل ها گردان می شود. توی بود و نبودم ملت من، توی سمت سجودم ملت من، سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملت من. همین معیار و اندازه ها و همین سبب و عامل ها بودن که شاعر استاد لایق محبوب ترین شاعر ما شناخته شدن. یعنی مهم از همه استاد لایق برای رشد و زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگ، تمدن تاجیکی و مهمتر از همه برای جامعه فرهنگی تاجیکستان در 30-35 سال آخر عصر 20 کارهای مهم و ماندگار به سامان رسانیدند. تشکر زیاد استاد. خب ویژگی های خاص شعر استاد لایق را در چی میبینید؟ خب درست قید کردید. استاد لایق یکی از شاعران بسیار معروف هستند که سبک خاصی خود دارند و همچنان که در اول برنامه اشاره کردیم اگرچه دانشمندان و ادبیات شناسان نظر خود را گفتند و من همینجا میخواهم که در این برنامه بعضی ملاحظه، برداشت ها و نظرهای خود را مختصر درباره ویژگی های موضوعی و هنری شعر لایق بیان داشته باشم. یک نکته را باید اینجا گفت که
در شعر استاد لایق 3 عنصرهای اساسی به هم آمدند: تصویر، زبان و موسیقی. اینها از عناصری از عنصرهای شکل ساز هستند و وقتی که ما به دیوان لایق رجوع میکنیم و میخوانیم، پیش نظر یک شاعر جلوه میکنند که همیشه برای گفتن معنی های تازه، مضمون های تازه سعی کرده است، کوشش کرده است و به نظر من یکی از مهمترین ویژگی های شعر استاد لایق لطف سخن و دقت معنی است. یعنی استاد لایق در لطافت سخن و دقت معنی به همتا هستند. یا به سخنی دیگر استاد لایق شاعر تصویر آفر است، تصویرگر است. اگر چندی که استاد گلنظر شاعر خلقی تاجیکستان مؤلف سرود ملی میگن که لایق اصلا شاعر طبیعتا شاعر تصویرکار نیست ولی معنی سازی تواناست. درست است. معنی سازی سخنسنجی را تقاضا میکند. برای آنکه من سخنم خوش نباشد بعضی بیت های استاد اینجا من یادداشت کردم برایتان میخوانم. ببین در آب عکسی گرده مهتاب افتاده است. توجه کنید شما. ببین در آب عکسی گرده مهتاب افتاده است که گویا لعلی زرین میان آب افتاده است. البته بحث از تصویرهای ادبی یا شاعرانه موضوع علمی بیان است. پس نتیجه آن است که بیان یا لطف سخنی لایق زیباست، مناسب است. یک بار توجه کنید به این بیت: تا آمدنت شکسته بودم من، تا آمدنت شکسته بودم من، عشقت چو شکسته بند آمد شادم. بله بله. و ویژگی دیگری استاد لایق در شعر استفاده بردن ردیف‌های خوشایند و نادر و تازه. یکی از مسائلی که به موسیقی درون شعر توانایی بیشتری میبخشد کاربست ردیف میباشد. شاعر گذشته از ردیف‌های مثلا دوست می‌دارم تو را، یاد از من عاشق کنید، یادت بخیر، بعضی ردیف‌ها را به کار میگیرند که این ردیف‌ها تازه هستند و باری نخست اگر من غلط نکنم در ادبیات معاصر ما در شعر لایق استفاده شدند. این سبک و این اسلوب در ادبیات کلاسیکی ما بود، در شعر عراقی و کمال و حافظ، ولی لایق با طرز دیگر این استفاده بردند. مثلا یک شعر دارد لایق میگه: رفتم من از بری تو دیدار در قیامت، رفتم من از سری تو دیدار در قیامت. اگر ما همین دیدار در قیامت اینجا ردیف است در این شعر، اگر ما این از این شعر بیرون گیریم این شعر ارزش خودش را گم میکنه، از دست میدهد. یعنی که شاعر چی گفته است؟ گفته است که رفتم من از بری تو، رفتم من از سری تو. اما زمانی که استاد لایق میگن که رفتم من از بری تو دیدار در قیامت، این مسئله دیگر است. اینجا معنویت و روحانیت شعر شاعر جلوه میکند و به دل خواننده هم تاثیر میکند. ای پرشکسته من مثل عقاب بگذشت، همبال و همپری تو دیدار در قیامت. و این همبال و همپر استاد لایق اشاره میکنه تعبیر استاد قطبی است، چون که این آداب شاعری هم همین است. و ما میتونیم که مثال های بسیار بیاریم در این مسئله، اینه که استفاده ردیف های زیبا در شعر لایق. من فکر میکنم که در مثلا ادبیات شناسی همین موضوع چندان تحقیق نشده است. اگر خوب میبود یک آن نفر از ماجسترانتان یا دکترانتان همین مسئله تحقیق میکردن. ببینید شما، اگر 100 سال همجویی مرا دیگر نمییابی، اگر 100 سال همجویی مرا دیگر نمییابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمییابی. همین مرا دیگر نمییابی ردیف است، به عنوان یک جمله ردیف به کار میگیرند. حتی ردیف های تکرار یا الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت. همون شعری که بالا گفتیم که مرا دیگر نمییابی، در پایان میگن که بهشتی زاده ام باشی، بهشتت را بهشتم من، اگر از چرخ مینویی مرا دیگر نمییابی. ببینید اینجا لطفی سخن خیلی زیباست، نازک خیالی های شاعرانه، معنی های تازه، شعر جلوی بیشتر جلوی دیگری داده است. مثلا بهشتی زاده هم باشی، بهشتت را بهشتم من، یعنی که اینجا سند تجنیس است. بهشت اول بهشت، بهشت دیدم از دست دادم. ببینید چقدر معنی های زیباست. و دیگر ویژگی های استاد لایق این استفاده زبان و فرهنگ مردمی است. یعنی لایق شاعر هست که گوییم که طبعش گوییم که تعلیمی نیست، اصلی شاعریش بنویسند استاد خدای شریف زاده
نه تعلیمی بلکه ذاتی است. اون شاعری خداداد است، چون که در عرف میگویند شاعری خداداد است. و همین خاطر همون زبان فرهنگ مردمی که در همون محیط و دهه در پنجکینت قدیمه که بود به لایق تاثیر کرده است. و لایق یعنی که از اون زبان فرهنگ محیط استفاده برده است. مثلا شما توجه کنید، از کوه چون سنگ فتد صد سنگ را بیجا کند، مرد چون نامردی کند صد مرد را رسوا کند. ببینید یعنی که شوق اگر سرکوب شد ناخوب شد از کورزفق داد اگر استیزه با بینا کند. ما میتونیم که مثال های بسیار بیاریم و همین مثلا محیط بود، همین مثلا میگیم که جهان شناسی بود که لایق به قبل شما میگیم که بسیار تیز معروف گردیدن، چون که زمینه شعر و ذوق سخنوری در تینتشان بود. و استاد گلنظر در کتاب لایق، چون لایق بسیار خوب می نویسند که یک اندیشه بسیار خوب دارند که میگویند که شاید غلط کنم، من گمان میکنم که ادیب مثل لایق به این شدت به ادبیات نآمده است، به این شدت تشکل و تکامل نیافته است، به این شدت مقام اولی خود را در ادبیات حفظ نکرده است. نه که این همون زمینی خانوادگی است. این گمانی استاد گلنظر بدون بحث قبول است. و یکی از مشخصات دیگری شعر لایق ابداع هنری است. یعنی رسالت هنر که شعر یک بخش آن می باشد ساختن عالم است و هنرمند هم برای امروز خلق نمی کند. مثلا ببینید که نظریه پرداز معروف روس ولادیمیر مایکوفسکی میگوید که شعر نویسید که محکم باشد، مانند دود در رو دور نرود. و استاد لایق در گفتن مضمون‌های تازه آب نرسیده خیلی سعی کردند. در فلسفه عالم معروف است که اصلا محیط جهانشناسی انسان‌ها را می‌سازد، ولی لایق محیط را ساختند، جهانشناسی را ساختند و به ما به یادگار گذاشتند. بنابراین خودشان هم در جایی میگویند که اصل من شعر و غزل‌های منند، نه همین شور و مغل‌های منند. در جهان با جمله برد و باختم، من جهانی خیش را هم ساختم. تشکر زیاد استاد عزیز. در مدتی کوتاه، در فرصتی کوتاه، در مدتی 15 دقیقه شما به بینندگان گرامی ما اون فکر و اندیشه های علمی خیش را بابت استاد لایق بیان کردید که اطمینان دارم که بسیاری از معلومات ها، بسیاری از ملاحظه ها نو بودند و این برای غناوتمند گشتن جهانی معنوی بینندگان ما بزرگ داشتی ادیبان و شاعران گذشته، شاعران معاصر و کلاسیک، تربیه نسل نورست خیلی مهم می باشد. از این رو در برنامه های آینده نیز تشریف شما را انتظار می شویم و می خواهیم که با معنی های جالب، با موضوع های نو در برنامه ما اشتراک نمایید. خوش آمدید استاد. تشکر است. یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترسونزاده و این آبشاران زنده باد. غنچه های پخته می خندد ز خنداخندشان، خنده های دختران در پخته زاران زنده باد. مادران تا حال می پایند راه اسکران، آخرین امید این امیدواران زنده باد. بینندگان عزیز، منظور شما بخش آهنگ شعری لایق شعرعلی. مهمان امروزی برنامه ما یکی از حافظان شناخته ولایت سوخت، هنرمند شناخته شهر باستانی پنجکین، همزادگاه لایق شعرعلی علوچی فرهنگ واجب صابروف می باشند. خوش آمدید میگوییم به شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم. تشریف شما را خیر مقدم میگوییم. میخواستیم امروز بهر بینندگان ما با سرودهای دلانگیز و صحبت گرم و صمیمی طب هر نفر را بالیده سازید. در آغاز برنامه میخواستیم فکر و اندیشه های خود را میگفتید تا چه اندازه از اشعار استاد لایق شعرعلی استفاده بردید. تشکر زیاد معلمه. من امروز سلام گرم جوشان خودم را از نام مردم شهر پنجکین با کارمندان تلویزیون اسمکی ولایت سوخت میرسانم که من را با برنامه آفتابباران استاد لایق دعوت نمودم. من امروز خرسندانه با شهر خوجند آمدیم که با برنامه استاد با شما هم صحبت شویم، استاد رو یاد کنیم و برای استاد از غزلهای استاد برای مخلصان نوازیم و سراییم که تا که
مخلصانی استاد، مخلصانی ما خیلی خرسند باشند. تا چه اندازه از اشعار استاد لایق استفاده برده؟ چند سرود را به آهنگ درآوردید؟ رحمت، من به نهایت غزلهای استاد از خود کردگیم و کتاب‌های استاد در خانه با همراهی خود استفاده میبرم. چند غزلی که تا حد امکان بود ما از یاد کردیم، آهنگ بستیم. چقدر که در خاطر هست انشاءالله ما میدانیم، میخوانیم، از یاد میکنیم، پیشکش مخلصان میگردانیم. سلامت باشید. اساساً از کدام موضوع ها استفاده بردید؟ هستند موضوع هایی که عشق و عاشقی هست، موضوع های اجتماعیات هست، شما بیشتر از کدام موضوع ها استفاده بردید؟ من براستی تمام کتاب های استاد را ورقگردان میکنم. از غزل های استاد کدام غزلی که به دلم معقول است همون غزل را از یاد کرده آهنگ ساخته پیشکشی مخلصان میگردانم. راستی گپ که تمام غزل های استاد برای من پسند است. برای عشق و عاشقی، برای وطن، برای زندگانی استاد خیلی که نویسند و رفتن. امروز ما از خود کردگی انشاءالله بسیار غزل های استاد رو از خود کردگیم. سلامت باشید. خب بهتر میشد که شنیدن کی بود مانند دیدن. میخواستم که اون سرودها رو هم شنوند هم بینند بینندگان ما. خوب میشد که یکی از آنها رو میسرایدید. خب تشکر زیاد. قربانی چشمی روشنت من میروم نگوی، من میروم نگوی. قربانی چشمی روشنت من میروم نگوی، من میروم نگوی. زارم بگردی دامنت من میروم نگوی، من میروم نگوی. برباد رفت خیر منی دارو نداری من میرم به موی خیر منت من میروم نگوی، من میروم نگوی. میرم به موی خیر منت من میروم نگوی، من میروم نگوی. دستی من بگردد گردون به دستی تو،
تا دستی تو بگردنم من میروم نگوی سر تا به پا خزینه حسن و ملاحتی جز این بهانه جستنت من میروم نگوی من میروم نگوی سر تا به پا خزینه حسن و ملاحتی جز این بهانه جستنت من میروم نگوی من میروم نگوی سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد. بسیار سرودی بود، شعر انتخاب شما خیلی عالی بود. بغیر از این، از حساب این که آهنگ درست انتخاب شده است و شعر درست انتخاب شده است و آواز عالی است، خیلی عالی جناب برآمده است. آوازتان خسته نباشد. در آینده چه خیلی نقشه ها دارید؟ در آینده من کوشش کرده هستم که سرودهای نو ایجاد کنیم، کنسرت‌های نو پیشکشی مخلصان نماییم، از اشعار استاد غزل‌های پیشکشی مخلصان کنیم که مخلصا نو به نو، تازه به تازه گوش کنند. بله، آن شعری که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآمده است، مخلصان چگونه پذیرفتند؟ به راستی همین سروده که من روی آهنگ آوردم و امروز میخوانم، امروز میسرایم بهر مخلصان در تمام کنسرت ها، در تمام معرکه ها راستی که دستخط کرده میتونن که ایمینای همین سرودی استاد یک بار دیگه هم خوانید. برای با مخلصان خیلی پسند است این سرودی استاد. سلامت باشید. حتما آن سرودی که از اشعار استاد لایق به آهنگ در آمده است شهرتیار میگردد، برای اینکه هم از جهت معنا هم از غایه و مضمون در پایه بلند می ایستد و بغیر از این خیلی خوش آهنگ است. باز با چه ارمغان به استودیوی ما تشریف آوردید؟ باز کدام سرود را میخواهید بهر بینندگان ما پیشنهاد سازید؟ برای استاد، از استاد زنده یاد ما امروز فکر نمی کنیم که استاد از بین ما رفتن. استاد در دل و دیده ما زنده هستند. چه بگی تمام سراینده ها، تمام شاعرها، تمام مردم روی دنیا، تمام تاجیکان فارسی زبانی که امروز در دیگر مملکت ها هستند، استاد رو با نیکی یاد میکنن. ما چقدر برای استاد خوانیم کم است امروز. باشد، کدام شعر را منظور بینندگان میکنید؟ یک تا غزل از استاد سودای سعید مخمس بر غزل استاد لایق میخوانم.
باشد. خانه چشمی تو چشمانی مرا پر نور کرد، خانه چشمی تو چشمانی مرا پر نور کرد. جاهلان گمراه کرد و ظالمان رنجور کرد. جاهلان گمراه کرد و ظالمان رنجور کرد. مردی راه در دستم و گویا که هر دو همراهم، خصم را فریادی به فریاد رس نیز کور کرد. مردی راه در دستم و گویا که هر دو همراهم، خصم را فریادی به فریاد رس نیز کور کرد. می سرایم من غزل های تو را با شوق و ذوق، تا را مرگی تو در دستانی من ناجور کرد. دل به طغیان می بیارد خانه دل خنده‌ات، حیفی آن دستی قلم داره که مرگ در گور کرد. دل به طغیان می بیارد خانه دل خنده‌ات، حیفی آن دستی قلم داره که مرگ در گور کرد. صد هزار رحمت بان مادر که لایق زاده است، نامین کش را خداوند در جهان مشهور کرد. ناله سازد این چنین سودا کی مرگی بر محل، از سری اهل قلم استادی ما را دور کرد. ناله سازد این چنین سودا کی مرگی بر محل، از سری اهل قلم استادی ما را دور کرد. از سری اهل قلم استادی ما را دور کرد. استادی ما را دور کرد. استادی ما را دور کرد. سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد. در پایان برنامه تمنا میکنیم که در دوام سال سرودهای
از اشعار استاد لایق در اجاجات شما زیاد گردد به آهنگ درآرید و منظور تماشابینان اسم یک و اینچنین مخلصان خود بگردانید. سلامت باشید، سلامت باشید. رحمت. ما بحری دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بحری نواشناسان چند گوی چغانه هستیم. گویند شاعر خود فرزند نام خویش است، بحری زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. بینندگان عزیز، در همینجا فرصت برنامه آفتابباران به پایان رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خیر عزیزان.